نامه. جواب نمی آید از هیچ کس، نه از آشنا نه از غریبه. خیلی وقت است قلم شکسته است، کاغذها خمیرند، بوی خاموشی مانده در اعصار می دهند. کار 1 سال و 2 سال نیست، سال هاست پستچی نیامده است. انتظار چهارچوب در را رها نمی کند. آخر باید کسی باشد که دلش آنقدر گرفته، آنقدر بغض نگشاده دارد و آنقدر دلتنگ من است که قلم را دوباره پیدا کند. من منتظرم تا آن روز که نامه‌ای به دستم برسد، نامه‌ای که بوی خون مانده می دهد. در تاریکی نوشته شده، بی نام است اما آشناست. آن را باز می کنم و بلند بلند در خیابانها، بازارها، باغها و در میدانها و میدانها و میدانها می خوانم تا همه بشنوند و بدانند. وقتی درد سوزن است در گوش حنجره‌ات و شلاق بر 350,000 عصب حساس صورتت فرود می آید تا دروغ را نیایش کنی، درنگ راه صدا را می بندد. من نامه را هر روز می خوانم، خواهم خواند، در جاده هایی که به سرعت به سوی آینده می غلطند، در بالکن هایی که به روی ابرهای بی بغض بی خدا باز می شوند. نامه‌ای که امضایش نام یک تن نیست، نام یک ملت است. بیایید جمع شوید، گوش کنید. من نامه را هر روز در جایی از جهان به زبان عشق می خوانم.